بچه‌ها این چالشی که گذاشتم توپ خیلی درست گفتن خیلی هم اشتباه گفتم. نگاه کنین همین کلی ببینن بچه‌ها. توپ شماره یک شوت میزنه میخوره به 8. توپ 8 میره داخل سبد داخل اول شماره 1 داشت میرفت تو 8 اومد خورد بهش. 1 خورد به 8 رفت داخل دیگه. خیلی درست گفتن خیلی هم اشتباه گفتن دیگه. خیلی گفتن 1. من خودم اول فکر کردم 1 بعد رفیقم گفت 8 گفت. بچه‌ها مادرم میگه من میخوام اینو چالشو میخوام جواب درست حل کنم. 1 2 3 کدوم بود؟ نه وی یا وی بیه. کدوم دقیقاً بگو شماره بگو. 8 7 چند نفر؟ 7 دور بیار. کدوم؟ دور بازم آه 8 اوه چی از کدوم من چی فهمیدی؟ ولی دین گوش من پای شماره 8 دیدم گوش تو من ها تو اگه توی مسابقه نه واقعا این به قرآن شانسی گفت. شانسی گفت. اصلا امکان نه اگه پشت هم میدی تو به 8ش میرم اینوری اون 1 زد خود بهش من تو گل. نگاه نه درست نه درست گفت. مادرم بچه درست گفت ولی فکر مطمئنم شانسی گفت. من میشه ماشین دور بزن